بسم الله الرحمن الرحیم. با اولین قسمت برنامه انتخابات بدون روتوش در خدمتتون هستیم. توی قسمت اول ارتباط مستقیمی داریم با دکتر مسعود چی بود اسمش؟ دکتر مسعود پزشکیان. من همیشه این حسنشون با مسعودشون رو اشتباه میگیرم. خب آقای پزشکیان، از برنامه‌هاتون بفرمایید. بدون اینها امکان پذیر نیست. امکان نداره. ولی این نمیتونیم. ما الان نمیتونیم با این روند امکان پذیر نیست. خب بگذریم آقای پزشکیان، بریم سراغ سوال بعدی. آقای پزشکیان، آیا در بین اقوام شما، فرزندان شما، خانواده شما کسی سمت دولتی یا هیئت مدیره چیزی دارن یا نه؟ لطفاً بفرمایید. بچه ما نه بچه من، بچه برادرم هیچ کدوم از دور و بر من در هیچ یک از هیئت مدیره نمیتونم پیدا کنم. عذر میخوام، اما این صحبتایی که شما دارید با صحبتای دختر خانومتون کاملا متناقضه. صحبتای ایشونو بشنویم با هم. من خودم تو پتروشیمی جمع مشغولم. یکی از برادرام که برادر بزرگم هیئت علمی دانشگاه اصفهان‌اند و یه برادرم هم تو ایران سر. خب آقای پزشکیان، لطفاً نظرتون در مورد حقوق پزشکان رو بفرمایید. پزشک متخصص الان تو شهرستان ماهی 20-25 میلیون تومان در نمیاره. اما این صحبتاتون بازم با صحبتای خودتون اون هم چند سال قبل کاملا متناقضه ها. میخواین بریم چند سال قبل صحبتاتون رو بشنویم؟ ببینیم با هم. الان سراغ دارم در سیستم دولتی 150-190 میلیون تومان پول میگیرم ماهیانه؟ بله ماهیانه. خب آقای پزشکیان، از اونجایی که شما همیشه میگید که برنامه‌هاتون خیلی مفصله و تو هیچ تایمی نمیتونید برنامه‌هاتون رو بیان کنید، حالا ما وقت اضافه آوردیم. اگه سوالی، صحبتی، چیزی هست بفرمایید. شما چند تا استاندارد کرد دارید؟ اسم یکیشو ببر. ببین آقای پزشکیان، ما 4 تا استاندار کرد داریم: آذربایجان غربی، ایلام، مازندران، کردستان. اسمشون هم واسط بخونم. اسمشون: آقای صحرایی، آقای اسماعیل زارعی کوشا، آقای محمد صادق معتمدیان، آقای یوسف نوری. و در پایان دعوت میکنیم از دکتر پزشکیان که جنبندی کنن صحبتاشونو. آقای پزشکیان، در یه جنبندی چند دقیقه‌ای بفرمایید. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلا وللآخرة خير لك من الأولى. همین؟ یعنی آیه قرآن تموم؟ یعنی واسه سوالای ما جواب دیگه نکته چیزی ندارین؟ بفرمایید. صدق الله العلی العظیم. صداتون هم خوب آقای پزشکیانا. فقط یه نکته، شما که قرآنو از بحری ترجمهشو نمیخونی یا قرآن بی ترجمه بهتون میدن؟ چون هر چی شما موازه داری در مورد حجاب و فرهنگ متناقض با همین قرآنیه که خودت میخونی. نمیدونم نسخه قرآنی که به شما دادن فرق میکنه یا اصلا شما تو بعد ترجمهش نیستی، فقط میخوای با قرآن همه چی رو ماسمالی کنی بره دیگه. میدونی آقای پزشکیان، کاش آدم طوری زندگی کنه که وقتی که میمیره همه کاندیدای بعدی که میخوان بیان جاشو بگیرن همه بگن ما اومدیم راه اونو ادامه بدیم، نه اینکه طوری زندگی کنه که یه سری کاندیدای بعدی میان بگن ما با اون دولت، ما با اون اصلا ارتباطی نداریم، ما دولت سوم فلانی نیستیم. گرفتی چیه دیگه داستان؟ کاش آدم اینجوری زندگی کنه. این رو به دولتی مردم، من باید اصلا هیچ ربطی به دولت روحانی نداشتم. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ جدی میفرمایید؟